یکی از بهترین سرگرمی ها برای بچه ها همیشه بازی فیفا بوده. اما تجربه بازی فیفا برای همه یکسان نیست. بعضی از بچه ها عاشق هیجان بازی های آنلاین هستن، چون فیفای آنلاین یه دنیای دیگه است. شرکت EA هم اینو فهمیده و برای جذابتر شدن بازی کارتای فوتبالی رو به دنیای فیفا اضافه کرده. حالا بچه ها میتونن تو رقابت‌های آنلاین کارت قهرمانان رو جمع کنن، حتی جذابتر از خود فوتبال. اما آنلاین بازی کردن تو ایران داستان خودش رو داره. خرید اکانت پلاس، پرداخت‌های دلاری، مشکلات و دردسرهای دیگه. اما راه حل چیه؟ اینجاست که فانی باکس با یه ایده جدید به اسم کارت‌های چمپیونز وارد میشه. ما سایت fifacards.ir رو ساختیم تا هیجان کارت‌های فیفای آنلاین رو به یه تجربه واقعی تبدیل کنیم. فقط کافیه کارت‌های فیزیکی رو بگیرید، وارد سایت بشید و کد پشت کارت رو ثبت کنید. شما یک کارت مجازی دریافت می‌کنید که کاملاً متفاوت از کارت فیزیکیتونه. با جمع‌آوری امتیاز میتونید وارد بخش چمپیونز بشید. اما صبر کنید، اینجا یه شگفتی دیگه هم داریم. فیفا باز یه بازی رومیزی هیجان انگیزه که با همون کارتای فیزیکی بازی میکنید. دیگه کارتا بعد از ثبت کد بلا استفاده نمیشن. ما افتخار میکنیم که آرزوی بچه ها رو برآورده کردیم. حالا همه میتونن کارتای اصلی FC رو داشته باشن و لذت ببرن بدون اینکه نگران جا موندن از بازی یوتی باشن. با امتیازهای بخش عمومی میتونید کارت‌های قهرمانان رو به صورت توکن‌های منحصر به فرد در یه رقابت فشرده به دست بیارید و این تازه اول ماجراست. هر هفته یک کارت هدف داریم که شما میتونید با دوستاتون تیم تشکیل بدید، پک بسازید و امتیازهای جدید بگیرید. و بعد تو بخش اِوولوشن امتیازها رو تبدیل به پک‌های ارتقا یافته قهرمان ها کنید. و این همه ماجرا نیست. جوایز جذاب مثل PS4، PS5 و نینتندو سویچ هم منتظر شماست. چه تو کارت‌های شانس، چه قرعه کشی‌های ماهانه یا رقابت‌های آپارات. بخش استور رو هم از دست ندید. هک‌های قدرت کارت‌ها و فوتبال آنلاین اینجا منتظر شماست. فوتبال آنلاین با دوستانتون؟ آره، درست شنیدید. هر کسی از خونه خودش میتونه توپ رو بزنه تو گل. برای تهیه کارت فوتبالی های چمپیونز و فیفا باز فانی باکس به فروشگاه های معتبر سراسر کشور مراجعه کنید و به خانواده فیفایی ها بپیوندید. منتظر شما هستیم.